دوستان عزیز سلام علیکم. خدا حفظتون کنه. مایده ان شاء الله طرفی شهر طایف رفته شدیم. در اومدیم وقتی عصر شد در مسجد اومدیم. نمیدونم کدام مسجد چی بود. همینجا چیکار کردیم؟ نماز خوندیم. ان شاء الله همه دعا هستیم. رحمت برای دستگیرات که ویدیو را دستگیری میکنه که سمیلا باشه همه وقت. رحمت برای باوریتون. ما را حرکت میکنه که همه هم باشه. هم ویدیو خودمون شما را شاد کنیم. مقصد ویدیو کردن راه کوچه برای چند که همین مردمی که امکانیت اومدن ندارن کسل بیمارن ببینن یک حلاوت برن در حق همش دعاگو هستیم. شما نیز در حق ما دعاگو باشه که چی میگه انسان بعد دعا زنده میسبزه. در حق هم دیگر شما در نزد حق ما در نزد حق شما. خدا حفظ کنه. بسم الله مایده اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة. يا سيدي ايضا جوز زرع هذا خفيف عشان كذا من الجراح يقول انتم اخطاتم. مرض العزيز ان شاء الله من شاس يعني موضة الطائرة قالوا يعني الان بدا وصل وقت الهبوط وقت النزول يعني الطائرة تهبط يعني الحين. ايوه وانتم بتجوا عليه السلام. نعم. حیران میشه میگه تو یونس ای کجا میدونی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که یونس پیامبر خدا بود، منم پیامبر خدا هستم. یونس برادری من است در دین. او پیامبر است، منم پیامبر هستم. شما توی در همین حالت اون مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم میافته، دست پای پیامبر رو بوسه میکنه و با پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان میاره. یعنی که پیامبر برای دعوت اومد به نتیجه برنگشت، بلکه یک نفر مسلمان شد. همین بود که پیامبر وقتی که برمیگرده مکه میره، در مکه در همون جایی که مسجد جین است در همون وادی قرآن خوانده است که طایفه جینا مسلمان میشوند. و بعد از همین بود که الله رب العزت پیامبر شه طرف آسمان ها میگیره میبره، طرف معراج و در آسمان یکم دیگه تا هفتم پیامبر رو میبینه، قدی پیامبر رو گام میزنه و در همون حالت بود که نماز فرض شده. یعنی ببینه که هیچ رنج به گنج نیسته. آدم ایزاد وقتی که عقل میکشه حتما انشاءالله که راحت شه فایدهش رو میبینه. الله رب العزت پیامبرش راهی کرد، پیامبر دعوت کرد، گرچه که آدما انسان ها مسلمان نشیدن که جین ها چو کردن مسلمان شدن. اصلی هدف پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم دعوت و هدایت مردم بوده. برادران عزیز، این شهر طایف شهر تقریبا تا 4000 کیلومتر بلندی داره. بعضی جاش بسیار شهر فارم است، شهری است که بسیار ساکن است. در ماه ایون اوگوست در عین گرمی تابستان اینجا خیلی ساکن است. مردم ها یا تاجرش و آدم ها یا قدرتمندش میان در همینجا بچه میگیرن یا که خانه میگیرن در همینجا زندگی میکنن. بسیار شهری تازه و شهر دیگه خیلی مربوط اینجا میشن. بینه ای مکه ای مدینه دیگه جو خیلی فرق میکنه اینجا. و اینجا مسجد که ما بریم مسجد عبدالله ابن عباس هسته. عبدالله ابن عباس یعنی بچه امکی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. عبدالله ابن عباس شخصی بود که در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم تربیت یافتگی بوده. و عباس امکی پیامبر خدا عبدالله ابن عباس، عبدالله پسر عباس. و عبدالله ابن عباس کسی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حق وی دعا کردگی بود. پروردگارا اللهم فقهه فی الدین و علمه تأویل. پروردگارا عبدالله ابن عباس در دین در مسائل احکام را عالم بگردان و تفسیر قرآن با آموز. همین بود که عالم بسیار برجسته، عالم بسیار بزرگ شدن و در دین بسیار خدمت کلام کردن. و روزی ما مسجد همون میریم، در مسجد نماز میخونیم، یک تماشا میکنیم نماز شما و مقبرش هم در همونجا هستن، مدرسهش هم در اینجا بده و او در همونجا دفن شده هستن.
به طرفی همه باغ میریم. همه باغی که پیامبر صلی الله علیه و سلم همون جایی که برای دعوت رفته گردن، دعوت پیامبر قبول نکردن، پیامبر سانسور کردن. پیامبر در همون باغ در یک باغ در یک دیوار تکیه کرده و به یکی گفته طرفی مکه میریم. یعنی همه یک جا یک بار دیگر عمره میکنیم. عمره ای میقات. برادر عزیز حاجی محترم، انا شما لبیکه را ازیاد کنیم. ما انشاءالله وقتی که احرام پوشیدیم یک تا میپرسیم حاجی لبیکه را باید که بدنیم حاجی. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. أبدا حتما نواجه. این ای بچه‌ک شاگرده الحمدلله. این شهر طایف پیش مسجد عبدالله ابن عباس است. روزکا شاید پرشون اونجا را ببینی. این مسجد عبدالله ابن عباس این الحمدلله حاجی جو نیست. این مسجد عبدالله ابن عباس یکی از عالم‌های بهترین بچه عمکی حضرت پیامبر محمد صلی الله علیه و سلام. این بزرگ چشای. شرط نه تلفن در دست چیزی می‌شونه. در سونکا دام اتوبوس اینا ای اماجوم گناگونشون. بختم کار ندارم بگوسم. اسم من الله. همای تو خودم میشه. ها؟ این همیه. یا ترکی میگن خرچی دانه خوردن قند نبا. انگور نده. یعنی بازار انگورش قند شکلاتاش چای چند ریال ده ریال نه لا لا نه thank you اینجا بگوه شده بازار رو مخصوم که اسمیم بازار رو گردیم مسجد نزنم ماشین پشت أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول مسجد أشهد أن محمد رسول الله والصلاة هولند شهر چی میگیرد دیگه از اون نه الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذا وقال يوم القيامة إنك لا تقوم به بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل يا الله استماش همش از مرمره استماش همش از مرمره نیه نبی بسم الله این مسجد حضرت عبدالله ابن عباس
خوب دوستان عزیز الحمدلله ما شما خوب خیلی مردم میده انشالله با برمدیم بسنی چیکار راه میکنیم دیگر باغ‌هایی که در همین طایف قرار داره انشالله دارگو باشیم و پیگیری کنیم ویدیو رو تا آخر تماشا کنیم مردم میده چوا برادران برادرم فتحی یکی از برادران بهترین فتحی یا که به نام کانال عجمستان میشه شاید یه سوالم دیگه هم غلطه میتیم چوا افشی یوتیوب و اینستاگرام اساس کردی اینستاگرام نه تشمون بلوگر نبودم نه تو چطور تماشا میچه کردی آخی نمیش و بلوگر به معنی اومده پیداش نگم بس نه کم تر کم دیو ان شاء الله کار کردیم تو سوز میکنیم زینا چون مخاطب یاد پلان کردم تا نکردم شما دیگه که بابا جون یک باگ پیدا نکردیم برو این نمیدی نه نه دیگه ملو بلوگر میشم نزن میگیرم ما دیگه نه دیسک مینم نه تمام بیزی مینم اگه هم غلطی کشم کردن قلبم برم آواز همشهری ماده چشش شیرین نره دوستان عزیز خیلی تماشا کردیم شهر طایف این بازارچه که در روشنی بود بازارچه شاو شد این همی مسجدی است که بعد سانسور کردنی مردم طایف مشرکان همون محل پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله آمد در اینجا چوکر در کار نماز خوند در اینجا زورا و گیری همینجا کرد پیش کی پیش پروردگار از تنها بدن است مسجد ایده مسجد مسجد دوستان عزیز اینجا است مسجد انشاءالله بسم الله نیت کردیم این مسجد و میده بس مکه رو میکنیم انشاءالله شهر طایف طرف چوی زنکای ترز است مرد همچنین صحنه مسجد انشاءالله هر چیزی که میکنیم به خاطر خدا است هر چیزی که میکنیم به خاطر مردمی که معیوب و بیچاره مقصد امکانیت متاسفانه ندارن جو بیان تماشا کنن لذت برن به زبان تاجیکی خودمون مقصد بسیار اینه که با وجود تو هر هدف میرای همیشه کم غل رو کنی بیچاره رو کنی من مقصد گفتم چی بلوگ خیر الحمدلله نون حلال حرکت میکنیم بخریم به خاطر اونه که ما رکلام میکنیم نوشه خیش تاول خدمت روی میکنیم اگر در پوشا لیکن نداجه نمیمونه این شرکت اگر خدمت میره رکلام میکنیم میایم مثلا به خاطر جمع کردن کلاینت خودش از دنیا میخشته بی رکلام بیزنس ورم هیچ نرفته استیم 24 ساعت در یوتیوب شتگی یا در اینستاگرام اون خاطر موها روی میکنم نوشه گفتی خودم که هر زمان از ویدیو که 130 150 هزار متر میره اون خدا همه ما رو برای هدایت کنه از قلبی هر یک کدیم ما پروردگار آگاه هست چه خدا میدونه خود کسی فهمید هم نفهمید چو کنیم این اتوبوس ما بسم الله راه میکنیم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك رجوع محترم هم تخافون لبيك چند دفعه تکرار میکنم یک کمرتر لبیک میفرستم ایزا لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خب دوستان عزیز امروز روزی نهم میگم دهمی 22 در مکه است دوستان. خوراکای قریب به آخر رفتنی خودمان رو میبینیم. آش زرد، آش سفید با چومچی ارالش بادی عربی، ششلیک با چومچی ترکی، با این چومچی با تخم کدو پدو، همچنین ساک، حولا و تربز، شکر سلات با حولا و با این سلات خیلی با خیلیش کپوس کرم. خلاص از این دوستان عزیز که الحمدلله خورد و خوراک همین خروسات بود. انشاءالله با حال گوسفند نکشیم. میبینی یعنی که مقصد از نشان دادن ما چی نمون میخریم نیست، یعنی خورد و خوراک همین دهقانی من نشان دادم. از روز آمدگی دهقانی نشان دادم تا ببینی که انشاءالله شرکت ما چقدر در خدمته. خدا من نشان دادم نمان باره بوارتون. باز یک گوسفند دیگه رو ضبط میکنیم. مایده بچه این شگری بحثت دوستان از این نهاز ما اوژنا با سیامکه میکنیم. ببینید که چه شکل است. ما ابیت سیامکه کنیم اوژنا این با آش زرد دلوش میگن، با زرد دلوش میگن که اوقات عربی میخله. یعنی ایش با چند ماهیان گوشتا نمیدونم با ایش شوربا، ایش با چومچی شوربا عربی سلات هاوی دورتا بستم چند نمون سلات دوستان عزیز. خلاصه که اکو آدمی که بچره این اوژنه دوستان. اوژنی ما در چی؟ در مکه. دوستان عزیز گوسفنده که دینا ذبح کردیم امروز الحمدلله. امروز چیکار کردن کشتنش برای مهمه حاجی محترم انشاءالله. لبای؟ آره. اگر یا توجیک نه که گوسفند نکم قبا مزه میشه. بابو شما کردیم عربا همه را جزیره بود کردی. راست شونه نگم آقای. همه گوسفند نگر چون چیش میلن آقای. اگر من توجیه بکنم خب مزه آقای یک گوسفند دکشتنی که آب شورباش کردن. خدای دیار کنه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته دوستان مهربان. اول آخرش الله با شما هستی که چقدر مردمی نیازمند کمک میکنه. تا که کارهای خیر یک طرف گو رکلام‌های خودمون میکنه که نسبت گرانیس قزاقستان یعنی مسکو و قزاقستان برسانش. رقمای هم کمپانی حاجیان که در اکران میکنه با همین رقم‌ها زنگ بزنید ان شاء الله. من ایال هم ماشینا را نشون میدیم. دو ساعت گشت در سفرای حاضره این یوش بیا ببینید. بیا حاجی. این ماشینا سالاناشو ببینید که سالاناشو همش کمفور. این یک ماشینش. ببینید. این دیگه ماشینه. این دیگه ماشینه. همچنین سالن ها و میگم شرایط‌های خوب دارن. ولی هم خنویه که سالیدار نکردن تمیز تلاش میکنیم. خلاصه این همین ماشینا دوستان مهربان به حاضر
ببینید رقما داره اکران التماس میگفته برادرها که بابا جان ماشینو تگدم من گاه بسیار محلم گام میزنم ایدوری اما وقت همه که پیشم بیام این ماشین دیگه تا ببینید یک خواهرش دگم برادرش دگم برادر مهربان اجازت نمیتن که روشن سیامکت کنه خلاص از اینکه ماشینا را دیده حاجی خود سیامکت داره رقم‌ها در روی اکران التماس به همین رقم‌ها زنگ بزنه وقتی قیمتی هر یک قدم تکلیف این بخشش رحمت برای دستگیری تو التماس لایک کامنت فراموش نکنه اگر خدمت باوری میخواهی بیاید در همین چی می بازارگاز پراسپکت مترو یا که در آفیس ما در مترو لبنان بریم ان شاء الله همه چی میگم تری ویزیت کوشون پلاکاتشو زدگی داخلو خدا نگهدار برای کار التماس ویدیو را پاک کنید دوستان مهربان نرخ نو چنده حاجی بود هر روز ریس هستی 8000 ریال هر روز ریس هر روز. 8000 دامی 8000 چی میدره هم رفت آمد میدره ان شاء الله رفت اومد ان شاء الله دوستان مهربان بعضی محل زنکورا میشه در ریسو یک چیز دیگه فراموش نکنه که هر یک گاه محل پروپکای کلون میشوه مثلا میتونی که دام پروپکای یوم باش کنی جدت کنی میتونی که هم 200 روبل جمع میکنی باش با اون ملیسورا میتی ملیسر با اون راه دیگر نشون تو میتی بعد نگاه کنید دوستان زنها میشون از هر یک ماشین هر روزه زنها هست هر روزه زنها هست دو کس سه کس یعنی که 4 5 6 کس دوستان مهربان اکی حاجی چی میگم منتج کنی سوز نمیتونه به هر حساب خلاص الحمدلله که کم یادش رو رسیدیم ببینید دوستان مهربان هر روزه مادرها رو میبرن یک کس نیست هر روزه 5 زنک 6 زنک 3 زنک 4 زنک در همین ماشینا در یک لینی خطور میزنن سیمینی هم میبرن اگر کمی سیمینی رفتنی زم زنی شلو در گواری سمکنی میره ان شاء الله خدا نگهدار برای تو رحمت برای دستگیری تو السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته خوب دوستان عزیز این ماشین مو مایده راه کی کرد روی سفید پناه خدا ای درن عینکش سیو خیال کردن سیامکا کرد او زنکو خودم که اجای اکفاس گفتم این یک ماشین زاد دوستان عزیز یا شفر میکنه مایده راه کی میکنه برای کوک شو مالکو خدا نگهدار اینا بچو رقمو ویدیو دا میزنم ده موگلا اما گاه محل میگه بابا جان سیامکا این سیامکا ای پیش همین ماشینان همه وقت 5 6 ماشین قبلا نمیتونیم برای هر روز ماشین تا میخرن الحمدلله دوره کار سر کردیم دو تبات از وجه 5 ماشین دارن خدا هم برکت شما خدا نگهدار السلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم دوستان عزیز اینجا بازاری سلام علیکم بازاری سبزوات یعنی عربستان اینا بازاری که میوه‌جات میوه‌گی و هم نمودی میوه روی دنیا در اینجا دیده میشه لیمونو تمام نمودی چیز در اینجا دیده میشه بازار دیده خواه اینه کالونه یا این سازی ها ربی شنی لبلبو ها باقلا جان ماشاءالله این اینجا ارزونو علفان علف تار طيب علف طيب طيب كم لا نه لیمونوشان اینجا میگیرن بعد میرن در هر جا میفروشن یعنی بازاری آبتاویش میگیم سبحان الله کلونه کی چند خیلی بگوی تمام نمود سبزوات اینجا دیده میشه ده فريش حق اليوم كيس الصباح بكم؟ هذا 30 هذا 35 حبه كبيره اي سي اي سي بان اینجا ارزونه مدینه مدينة كم فيها كم ترى؟ سی پان ترى مدينه في عجوه فريش سجاير هذا حق المدينة؟ كله مدينه کلو مدینه همش مدینه صور عندك اوزاي نرخ ارزونه هنا يا پرنش هم میفروشن ها همجا بگیریم همجا آخو مار نه جای خرماش هنه اینجا با جای چیش میشوه میوجاتش انگور سوی تر اونجا جای خرمای خوک عجوه و همه این امود خرما ها دا اونجا اینجا انگوروی
помидор бодринг сабзавот خلاصه ده تبازار کالودانه اون طرفش دونگیه یا این سر او سرش نمیبینی سبحان الله اون کالونه یکی وای کاکوس درنش او دور دوستان عزیز بازار آواشنای کالون در این طرفن اینه در این طرفن پول نسی من میوجود سوخا فروخت همه چیز هست اینه پیش یک کوه هست که نمیدونم اصلا برای چی کوههای مکه بسیار نام دارن ارنکیروفکش به همین مردم به همین دیدن که فلانی هم خیلی رفتگی که اینو میش کش چیه نمیدونم اما در هر یک قدم اینجا مسجد است خیلی دولت اسلامی الحمدلله فیض برکت aynen yine emin manzara kozun şurada hoca buldun. Hangi seri şakti khidmo avlaki boğur. سر پشتی اوپر Yok yine tarafı bugün barvargari oparinen şu çako. Tüm savcılar da khidmo bakalım. Da sanga bir. اگه تا چقدر که معلوم است میگه که نشانه های قامت کشید در اینجا چی میگن در عربستان در کوه مکه سوزه میدم این سوزه را ببینستان کل علاقه سوزه ببینید زمستونه خدا همه ما را برای راست هدایت کنه این کارت کارایش کرد او کاری نه همین ماشینا را دیدی چند قیز زدگی هن لوبای ماشین یا اوقا ماشین اهمیت نمیتین همین نمیجا زده کو ماشین دکی نمیزد همه گز خود سازی السلام علیکم میگم میره نکی درنو یا بسیار همش نوان 99% سالانوش بیاد نوان اما بیرنوش زدگی هن هموطنان عزیز مردم سربلند تاجیکستان مسلمانان تمام دنیا امروز روزی الوداع هست روزی یعنی که خیر باد بر خانه خدا هست انشاءالله قدمی از ما طلب دعا کرده بوده از پیش خانه خدا به هر یک قدم شما دعا میکنم پروردگار را در کسب و کار و برکت ایمان کامل پروردگار خدمت قرضدار قرض کنده بیمارات شفای کامل پروردگار را شخصانی که بغض کینه دروغ در لفظ حیاتش از دور بسازه پروردگار را تاجیکستان عزیز ما را گل شکوفان الحمدلله همه وقت میگیم شکرانه آبادی وطن کنه که هر جا که نریم با همون به هم قشلاق دهه و ناحیه و رایانی که هست به همونجا را با یاد کرده میریم هر بلایی که در تمام گوشه و کنار دنیا هسته به سر میاد گیجا به یاد میزنه اول وطن عزیز در حق وطن گیجا میره دعاگو باشه ما SMS ما خیلی بسیار از اینستاگرام تا واتساپ تا ایمو تا تلگرام ببخشید ما هر یک کدوم شما را عدل ویدیو کرده نمیتونیم اما از همه جا دعا میکنیم برای همه مسلمانان همه تاجیکو که سربلند باشه دوستایی که از ما طلب دعا کرده ما لیچ جواب گفته نمیتونیم هر یک کدوم تا در حق همه تاجیکو دعا بکنیم در حق همه مسلمانان فقط دعا کنه که پیش خانه خدا وطن عزیز ما را آباد بگردونه پروردگار تنجی آباد بگردونه پروردگار احد صمد همه وقت سربلند باشه و پروردگار همچنین آبادی و تنجی و خوشنودی و خوشبختی سری و پریا در وطن عزیز ما نگاه داره پروردگار کلی مسلمانان را نگهبان باشه برادران و خواهران فلسطینی پاره شده ما را جنت الفردوس نصیب بگردونه و زنده هاش صبر جمیل پروردگار برای راست همه ما را هدایت کنه اللهم انصر المسلمین فی فلسطین اللهم انصر المسلمین فی فلسطین اللهم انصر المسلمین فی فلسطین پروردگار ما مسلمانان فلسطین نصرت بده و پروردگار زندگی ما را آباد باشه همه وقت نگهبان تو یا الله دعاگو هستیم در حق شما خواهش میکنم شما نیز در حق ما دعاگو باشه امروز روز آخرین خیر شما هست ای پیش خونه خدا از اینجا ان شاء الله سفر برگجا با پیش مسجد پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام یعنی بازی روضه پیغمبر با میریم به مدینه منوره در حق همه دعاگو هستیم خدمت اسمس جواب رفتیم به خاطر که الله ببخشه خداوند خودش بخشنده است و بخشنده ها را دوست می‌داره همه وقت خداوند نگهبان تو باشه رحمت داره دستگیریتون خدمت که اومدنی هستی میتونی به شرکت ما به سر بلند بیایی خدمت رسونیش ان شاء الله در بیش اورامنیای راه بالاداشم راه بالادای خوب ما از جای به خدمت نه اومدیم بعد بگه که هر روز بابا جان در همینجا رفته اومده است ما را مقصد هم تو یک برادر مسلمان هم تو یک بلاگر هم تو یک شخصی که کمک ابونچی بسیار داریم میارن رکلام میکنیم نشان میدیم که چقدر خدمت رسانیشون بلند است خورد و خوراک همه طرفه و هم خاطر ما را آورده در حق همه دعاگو هستم السلام علیکم و رحمت الله خدمت و خطوی بابا
اگر خفا کرده باشیم ببخشید، ما نیز بخشیدیم. خداوند انسان کنه. السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، دل کندن خیلی دشوار است از این جای مقدس، این جای پاک. میدونی که اینجا با برام بود دنیا و با پل بود و با گناه خیلی مشکله، والله قسم خیلی مشکل است این جای مقدس دل کندن. آخر اون روز مونای میده الوداع گفتیم. های الله، خداوند باز با این جای مقدس آمدن ما را نصیب گردونه. خداوند کل مسلمان گناهاش رو ببخش. پروردگار همه رو با این جای مقدس آمدن نصیب گردون. الله، حسبنا الله نعم الوکیل، حسبنا الله نعم الوکیل، حسبنا الله نعم الوکیل. در توحید خای اینه مهمان خانه که میبینی او نوای انجام یعنی گس مهمان خانه انجام هم قیمت ترین است، یعنی چسبیدگی در خانه خدا. در اوج ما یک بار حاجی را نگاه داشتیم بار اول. این مهمان خانه های خیلی گرانن، یعنی قیمتن که در تنه خانه خدا چسبیدگی هستند. ای یوشول در ما رفته شده نه یک دو سه و چهار و پنج شش تا نه یوش کار میکنن. شاور $300 $500. گاستنیسای پاسی ساعت پیش ساعت میگیم نه پاس ساعت ای پشتن اونم گاستنیسایی که باز مهم. یعنی گاستنیسایی هم که نرخشون خیلی گران است، خیلی با همون خاطر خداوند همه ما را برای راست هدایت کنه. مهم گاستنیسا نیست، مهم با این جای مقدس اومدن در رکعت نماز خوندن است که هر یک رکعتش 100,000 نوشته است. با همون خاطر بیا با این جای مقدس که اومدن نداره امکان نداره، پروردگار اومدن با این جای مقدس نصیب کنه. خدا کلی گناه ما را ببخشد. دعا هستیم در حق هر یک کلمه نیزده شما نیزده حق ما دعا باشه. خواهی نورا پیگیری کنه با مدینه میریم انشاءالله. مدینه را تماشا کنیم. خیلی ذکر با خدا. الحمدلله، استغفرالله. السلام علیکم دوستان عزیز، خداوند نگهبانتون باشه. با دقت تا آخر گوش کنید. این ویدیو نواری ما برای چی مادران است، خصوصا برای مادرانی که با در طرف راسته قرار دارن. در پیش خانه خدا هستیم، در حق همه دعاگو هستیم. با دقت گوش کنید. من که برای برادرانی که گذروندم ان شاء الله 3 نفر گفتم حج شرکت با وجود نشده شو میکنیم. یک نفرش الحمدلله سوم، یک نفر در سرش تولیکسون خیریه صغیر کنه. 2 نفر دیگه ان شاء الله میاد پاگای و کراین سلوچ پاگای دیگه افیر ده همجا میگذرون و دفترها رو آوردگیم. در مترو لوبلینو برای مادرها خوی کردیم حجامه زنانکی در اوج خواهران خواندگی هستن. الحمدلله همه شرایط رو میتونن چی میگن تمام نمود قانون و قاعده حجامه رو میفهمن. ان شاء الله سرتیفیکات همه چیز دارن. با اون خاطر کد مادری که میره این رقمای موقتی مترو لوبلینو حجامه میکنه از حساب شرکت با وجود نشدهش ان شاء الله 2 مادر تصمیم گرفته به حج رو کنیم. 2 مادر با دقت باشه. میره و فیتا بوچکا مساج اپارات مساج بعد این حجامه بانک همه شای خدمت 2,500 نرخ ما چی مردونه باشه چی زنونه. اما این ویدیو برای زنها هست. 2,500 میسپاری نام تامین نویسن رقم تلفن تامین نویسن. شو همه آدما که پرا بچیدن ان شاء الله نامو را مثل مردکا میخونیم. کسی غلطید اگر مادرو خطروی میکنی مادر تروی میکنی پشتوان تروی میکنی خسر تروی میکنی وای کاری شما برای کار ویدیو 1 مینوت هم 30 ثانیه خواهش میکنم. با خاطر مادرها یک کف دعا در کامنتاریا یا لایک بزنید. همین ویدیو پانش با مادرایی که نیاز دارن به همین ان شاء الله برام مترو لوبلینو ایوی خدیده میبره این رقم. السلام علیکم و رحمت الله. التماس نوارا پاکنه همین رقم 93 93 زنگ بزنید همش میفهمم که جو بیه. السلام علیکم.